خداوند جل جلاله ندا میکرده است، بنده را میگفته است که ای بنده من، بنده روزدار، بنده نمازخوانه، بنده که روزه صادقانه و مخلصانه داشته باشد، بنده که از شرور و فتنه دور باشد، او بنده مسلمان واقعی را خدا ندا میکرده است که یا عبدی منک دعا و من الاجابه، ای بنده من از تو دعاست خواندن است و از جانب من خدا میگه اجابت است، و منک السؤال و من النوال و منک الاستغفار و من الغفران. خداوند میگه است که ای بنده از تو سؤال کردن و از من برآوردن حاجات تو، و ای بنده از تو استغفار طلب مغفرت است و از من، از جانب من خداوند میگه بخشیدن تو است و مغفرت کردن تو است. این حدیث هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن در حق اون کسانی هست که روزه ماه شریف رمضان بیدارن، به طاعت عبادت روزه مخلصانه داشته باشند.